بیا تا بهت 4 تا از رمز و رازهای بافت هلندی پرطرفدار رو بگم که هیچ جا بهت نگفتم. اول باید بگم که فرمول بافت هلندی اینطوریه که یه لایه مو بر می‌دارید، 3 دسته تقسیم می‌کنید و دسته سمت چپ میره زیر دسته وسطی و بعد دسته موی سمت راست میره زیر دسته وسطی. زمانی که دوباره دسته موی سمت چپ رفت زیر دسته وسطی، یه لایه مو از کف سر به این شکل به بافتتون اضافه کنید. و اما راز اول اینه که قبل از وارد کردن دسته های مو به بافتتون حتما با شونه یا دسته های مو رو صاف و مرتب بکنید و بعد وارد بافتتون کنید. دوم اینکه تو قسمت های بغل سر برای راحتی و تمیز بودن بافتتون اول از وسط لایه مو به این شکل مو رو وارد بافتتون کنید و بعد ادامه لایه مو رو بهش اضافه کنید. و راز سوم برای اینکه تو قسمت پشت سر بافتتون شل نشه، باید سر مشتری به سمت جلو خم باشه. و راز آخر اینه که برای محکم شدن بافتتون تو قسمت پشت سر، لایه آخر رو 2 قسمت کنید و نصفش رو از سمت چپ وارد بافت کنید و بقیه مو رو از سمت راست وارد بافت کنید.